سلام دوستای عزیزم، روش تهیه اسکالوپ مرغ رو میگم خدمتتون. برای تهیه اسکالوپ مرغ بهتره که از پاچین و یا بازوی مرغ استفاده کنید. البته با ساق مرغ یا قسمت پایین رون مرغ هم میشه، ولی خب مدت زمان مرینیت بیشتری میخواد. برای پاچین همون حدود 7-8 ساعت کفایت میکنه. ابتدا همه ربات ها را از قسمت مفصل جدا کنید. با چاقو گوشت ها را بتراشید به سمت پایین و مطمئن باشین که چیزی به بالا وصل نمونده. بعد گوشت رو برگردونید و داخل پودر سوخاری بزنید. پودر سوخاری رو 2 مرحله‌ای بزنید. حتما یه مرحله بزنید بذارید 20 دقیقه الی نیم ساعت بمونه. بعد بزنید داخل تخم مرغ زده شده و مجدد داخل پودر سوخاری. اینجوری پودر سوخاری کلوفتری رو میتونید داشته باشید. بعد هم سرخ کنید. اگر قارچ دارید هم این کارو بکنید. نوش جان.